کلنگ معمولیه که هیچ قابلیتی نداره. من یه کلنگم، هیچ قابلیتی ندارم، اما این یه سوپر کلنگه و من امروز کلی از این کلنگا به بازی اضافه کردم که هر کدوم قابلیت خاص خودشونو دارن. سلام، بیا بریم پیش گلام. به به، چه گلام خوشگلی، چه پسر با ادب. کارگر افغانی بچه‌ها کدام افتاد دنبال. آقا مسخره بازی بس است دیگه، الان باید بریم اینجا. اوه حاجی، من الان چجوری برم بیرون؟ گلام واسطاده دم در. ببین الان هیچ کاری خب نمیتونه کنه دیگه. از کجا داره خوبه، آیتمامون اینجاست. تو ببینم چی ترید میکنی. ای بی چقدر زولجنی دستا من نگیر برو بمی. حاجی واقعا جالبه، تو اولین ویدیو کانالمون اسکین نداریم. هر ماینکرافت پلیری الان باید شروع به چوب کندن کنیم. سبکو مینم نه داداش، نت ضعیف نیست. یکم پلنک و یکم شلوار تنگ. حاجی عجب گافیه. بذارینم تو این خونه چی هست. هیچی نیست دیگه. یه دونه کلنگی هم بسازیم و از اونجایی که ما گوشت سنگی حال نداریم بسازم. خب گلام، تو بودی ما رو اذیت میکردی. بیا اینجا ببینم بینامونش. گوسفند سیاه، نژاد پرستی. نه داداش، من که نژاد پرست نیستم. نژاد پرستی اصلا ببین نداریم، اصلا نژاد پرستی. کجا رفت گلام؟ چرا وایساده سر جاش؟ بیا اینجا ببینم. من این بالام، من چی دارم تو فرعون، من از این بالا. آره تو کیف کن. خدا نیا مرزته. 3 تا آیرون به من. 3 تا عیب نداره حاجی، بذار هیویل بکن. چقدر گوشات نیست، خیلی هم کوچولوزه. خب حاجی الان ما این هیویلا رو تبدیل به گندم میکنیم، به نون تبدیل میکنیم و اینها رو هم میکنیم نون. اوکی الان 48 تا نون کافیه دیگه، وقتشه بریم دیگه. بچه‌ها میخوام سفر کنم که از یادم بره اون، ولی خب بذار یه دونه تختم بردارم. آره حاجی میخوام سفر کنم. جون چه ویلیجری. همین استیکو میکنم. واه چه آبیه. هیچی نشده. واتساپ ببینم اینجا گاره. آره مثل اینکه گاره، فقط ما که اینجوری نمیشه بریم توش، باید یه دونه قایق درست کنیم. الان چوب هم نداریم. اینم از پلنگ و یکم هم باید چوب بساز. یه دونه قایق. اوکی برو بریم. به چه گاری بزرگیه. بذار چیزمون هم ببین. یا خدا تیرکمونه. اسکلتون. البته ببینو برای من هیچ ترسی نه. وای حاجی ما که الان سنگ هم نداریم، باید سنگ بکنیم تا بتوانیم آیرون ها رو ماین کنیم. خب الان یه دونه فرنیس باید درست کنیم به این شکل، خیلی تمیز و زیبا. و الان سوخت به اینجا زغال هست، میتونیم اینا رو ماین کنیم ببریم پایین پخت کنیم. این ورم هنوز زغال هست. خب حالا اینا رو میذاریم اینجا و از اونجایی که ما هنوز سنگ میخوایم، الان به مقدار کافی سنگ داریم و میتونیم باهاشون یه دونه تبر و یه دونه هم کلنگ درست کنیم. باید این چوبی ها رو بندازیم دور. حالا بریم آیرن بکنیم و حال آیرن هامونو میپخونیم. حاجی بعد تا اینا میپخن ما بریم دنبال آیرن های بیشتری بگردیم، چون این چیزی که میخوایم بسازیم چند تا بلاک آیرون میخواد. آره. به دوباره آیرون اینجای آره واتساپ ببینم الان اینجا آیرون هست. آره دیگه اینور خیلی آیرون هست. واسه اینم نه اسکلتون. ببین اسکلتون که برای ما ترسی نداره. میکشمش مرد. پایینو نگاه حاجی. دوباره زامبی. ببین زامبی خوبه هنوز، این که اسکلتون نیست باز خودش جای شکر دارد. ای بابا گفتیم اسکلتون، دوباره اسکلتون اومد. البته من با استراتژی میخوام اینا رو بکشم. نگاه این خب رفت پی کارش. اینم میندازم تو قایق. البته نه ببین نمیشه. خب حالا نوبت این رسیده. شت نباید زامبی میمرد، باید تو میمردی. البته تو رو خودم کش. حالا با خیالی راحت میتوانیم آیرون بماینونیم. حاجی پولدار شدیم دیگه. این ورم هنوز آیرونه، همه جا آیرونه. اصلا تو این گاره هر جا رو نگاه میکنی آیرونه. باز این ورم آیرونه که اینم ماین کنیم و به این ورش هم آیرونه. فقط اوکی زامبی. با این مابا اصلا برای ما ترسی نه. اسکلتون ما همه شونو میکشم. این برم آیرونه. به حاجی از همه جا امروز آیرونه. آره حاجی. ویچ نه فقط ویچ نه حاجی.
حاجی دیدی پوشن پرتاب کرد، من چیز کردم فکر کنم رفت. آره حاجی رفت دیگه، مطمئنم که میام نرمه گوشتو فشار میدم، بعد تو میگه چرا همش نرمه منو فشار میدی. تو حقته. یا خدا فرار کنم. البته فکر کنم دیگه گمم کرد. خب آجی الان 26 تا آیرن داریم که کافیه برای ساخت بلاک آیرونا. فقط کافیه که بپخیمشون. اینا رو میذاریم اینجا، اینم از اینجا، و تا اینا میپخن چیکار کنیم؟ آره عرق کشمش. خب الان آیرون هم پخید، فقط باید اینا رو اینجوری بذاریم. این میشه بلاک آیرون. و حالا این پلنکار هم اینجا میذاریم و یک عدد کلنگ سوپر کلنگ چه؟ سوپر پیککس. و اینو الان اگه بذاریم اینجا، یا خدا ببین چقدر بزرگیه. بذار باش فرنیسمون رو بکنیم. اول آیتماشو برداریم. او شیت تاجی یه چانکو مان کرد، قشنگ زد، یه چانکو کامل مان کرد. عجب کلنگیه. به به، مثل اینکه با این طرفن دایمند هم جستیم. البته خیلی کمه، ولی خب همین دوربرشو ماین کنیم پولدار میشیم. همینجا رو من میگم مستقیم ماین کنیم، شاید به دایمند چیزی برخورد. ای بابا شانس ما به لاوا پول برخوردیم. اولی شیت دایمند این برم باز دایمنده. به 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 به، چقدر دایمندای زیاد. لگ شدیم. اوکی این برم دایمنده، هر طرفو که ماین میکنم داره دایمند میریزه. او نه چرا دوباره دایمند ریخت دیگه نریخ. الان 25 تا دایمند داریم. حاجی اینجاست که یک سوال برای ما پیش میآید. آیا میشه با این کلنگ بدراک هم کند؟ واسه اینم الان من گرفتم رو بدراک و انگار که نمیکنه. حالا واسه اینم الان اگه ما بغل بدراکو بکنیم از کناره ها میکنیم. شیت حاجی زد بدراکو کند ولی واسه اینم بدراک زیریو که نمیتونه بکنه. مثلا این what the fuck. حاجی ببین ما که مردیم، ولی خب بذار این بقیه کلنگا رو هم تست کنیم. یکم بلاک ندرایت، بلاک دایموند، بلاک گولد، و اینجا هم می‌نویسیم پلنگ. و حالا سرش میکنیم و اینجا هم یه دونه کرافتین میزنیم، اینو میکوبونیم تو چمنا. و حالا این پلنگا رو میذاریم اینجا و یکم هم این که میشه کلنگ گلدی. و حالا این هم میشه ندرایتی و این یکی هم میشه یه دونه دیاموندی. به 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 به، قدرتشون رو نگاه چقدر بزرگن این کلنگا. الان وایسا ببینم با این بکنیم. اوکی قشنگ زد، 2 تا بلاک و کامل رفت زیر زمین با یه چانک. با ندرایتی هم حاجی اینا که همشون انگار یه جورن. بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا دید. ای خوشتون اومد لایک سابسکرایب کنید و تا ویدیوهای بعدی. البته لحظه وایسا ببینم حاجی من میخوام قبل اینکه خفادزی کنیم یه چیزی رو تست کنیم. ببین الان کلنگ کوش مهم نیست، این کلنگ گلی رو میبینید چقدر بزرگیه. حالا پرتش میکنیم کوچیک میشه. منطق ماکره.